رسیده کجا واتساپ؟ آزاد رسیده دوستان عزیز. سلام دوباره، امیدوارستم که همگیتان خوب و خوش و سلامت باشه. بعد این روزای سرد زمستانی از ما خود دیگه کم کم زمستان شده، سرد است. خانه هایتان، دل هایتان از عشق و محبت گرم باشه و زندگیتان بخیر بگذره در کنار عزیزانتان. دیگه ما یک 12-13 ساعتی در قطار بودیم و دیشب ساعت‌های 1 شب حرکت کردیم. امروز 1:30 روز رسیدیم دیگه. بخیر کازان آمدیم دوستا که محفل عروسی یکی از دوستای عزیز ماست. شما هم در این سفر ما را همراهی بکنید که قرار است برنامه‌های بسیار خوب براتان نشر بکنیم، ثبت بکنیم. بخیر ابراد هم است، ما و ابراد سک کردیم دوستا. کرتیتون یک رنگ است؟ یک رنگ است. خیلی ما و عرفان ست کردیم کرتی و همشی. عرفان بیا اینجا. یه عرفان ما روی میگیره از کلیک. بیا. نمیایه. دختر کلان کد بچه خورد، دختر خورد کد بچه کلان شد. ما دوتا وسطی های دوتا کلان خورد. آره دوست عزیز با ما باشن، ما منتظر هستیم کال میان پشت ما میریم خانه. باز بخیر ما رو همراهی بکنیم. با ما باشه. دوستان عزیز خوش آمدین به ویدیو جدید ما. امروز روز دوم است که ما در کازان هستیم، پایتخت تاتارستان، و امروز ما آمدیم در مسجد قل شریف. این مسجد مشهورترین مسجد در تمام اروپا است. خب دوستان عزیز ما دیگه بر تلویزیون ویدیو گرفتیم، خلاص شدیم داخل مسجد آمده. بسیار زیاد زیباست و در زیرزمینی مسجد یک موزه قرار داره که موزه به تاریخ و فرهنگ اسلام در میان اقوام ترکمنی و تاتار و مردم ولگا و اورال اختصاص داده شده که شما باز میتونید چند تصویری از این موزه زیبا ببینید. بعد حتما براتون دیگه تصاویر رو ثبت کرده. بله دوستان بیننده باشه. دوستا چطور میگه برام حجاب مقبول میگه، باز بعد ویدیو لباس کردم میزدم دیگه این رقم مقبول است. مقبول میگه حجاب مقبول میگه بیشتر شک با باشه که دیگه ببینیم کجا میرم. اینجا دوستان شالای فروشی هم هست. اونو شال مادرم انتخاب کردن میخواین بخرنش. چرا که قدر سرد شد. زمستان کازان است، زمستان مسکو که در بسیار سرتر است. باید 43 44 45 راستی؟ میرسه. دیشب ما قصه کردن دیگه سعی کنین چقدر مقبول است. بیرون شاید نشون دادیم بیرون مسجد زیاد ویدیو گرفتیم. ما داریم میریم در بازارش که یگان زیبان آمد. دوست عزیز چادر ها اقدر چادر زیاد است. خب دوستا امروز دیگه ما عروسی داریم. عروسی است امشب دیگه دوستا. مال
صبح از فیلم شدیم چکر که برنامه ها رو ثبت میکنیم بخیر دیگه از بخیر فرصت بریم گفتیم عروسی. استفاده کنیم حال که چکر آمدیم و تو هم برنامه ثبت کنیم هم شکر ما شود امشب دیگه بخیر عروسی ساعت 6 بجه عروسی شروع میشه ما باید زودتر بریم چون ما داماد خیلی هستیم عروسی بیادر ماست دیگه با یک سال بله نام خدا یک فامیل بسیار مهربان یک فامیل نازنین بسیار که انگار زیاد. که ما سالیان سال است اینا رو میشناسیم و قدر ازشان خوشم آمده بسیار زیاد دوستشان داریم اگر برنامه ما رو میبینن دیگه 100% بعد یه ریش گپ زد فقط که ما اول که آمدم خانهشون فکر کردم که ما در هرات آمدیم اما رقم کلگی جمع بودن دورم دیگه مادر شما چی گفتنی داره؟ زیاد مادر خوش گذشت برای تا زیاد خوش گذشت. سلام تقدیم میکنم به خدمت تمام دوستای عزیز انشالله که خوب و خوش باشن دیگه آمدیم کازان دیدیم بسیار اکشار مقبول است زیباست اما یک دوستای خوب پیدا کردیم خب اولا مردم زیبایی کازان دو برابر و ما خانوما هم دیگر رو ندیده بودیم حالی که دیدیم هم دیگر دیگه این زیبایی از این کازان چند برابر شد برای ما از اینکه دوستای خیلی خوب پیدا کردیم امروزشان آشنا شدیم دیگه امروزشان هستیم بخیر امشب دیگه عروسی است دیشب شب خیره بود دیگه امشب هم عروسی است بریم بخیر ببینیم که عروسی بعد از 6 سال دوستا با عروسی میرم از 6 سال هم بیشتر در افغانستان هم که بودیم نرفتیم سالهای آخر شاید بعد از 7 سال ما دارم عروسی میرم من بیخی خورد بودم دیگه خیلی بیخی ما خود بودیم 11-12 ساله بودیم که عروسی مامایم کی بود مادر 9 سال پیش بود نه؟ کدام دایی؟ عروسی دایی خود مامایم خودم یک 9 سال پیش بود ما فکر کنم آخرین عروسی بود که از خودی بود دیگه نه؟ اینا رو که باز عروسی خود ماست دیگه فکر میکنیم 2016 این بود من بیخی خورد بودم دیگه دوستای عزیز با ما باشین دیگه از برنامه ما انشالله که از دیدنش لذت ببرید قدر دوستا گپ میزنم مادی گپ فقط گپ زد نه تو خرش میخوای یک چیز بگم نمیگذار خب اصلا چی میگفتی؟ دوستای عزیز میخواستم میره براتون بگم که کازان اگر آمدین حتما از لبنیاتش نوش جان بکنین استفاده بکنین بسیار زیاد خوشمزه است و ای که روسا یا مردم تاتارستان دقیق چی میگی چی؟ نکنم میکنم دیگه والله که اثر بکنم دوستا این 40مین بار است که دارد اثر من ویدیو ساعت دیگه نمیکنم هر چی میگی بگو میخواستم بگم دوستای عزیز که مردم تاتارستان یک شیرینی بسیار معروف دارن به اسم چک چک بسیار زیاد خوشمزه است دوستا ما پخته کردن شایعات دارم انشالله افغانستان آمدم خودم براتون پخته میکنم هر کس که خواست یک دفعه فکر کنم در یکترینبورگ پخته کرده بودیم نه مثلا ما پخته کرده بودیم بسیار خوشمزه بود زیاد مزه دار شده بود اگر پیدا کنیم در بازار که 100% است بیا زود آمده هر دکان میریم چک چک امیال ما داخل دکان که رفتیم با اینکه جواهرات و اینا بود دکانش ولی چک چک هم داشت زیاد مشهور است کل جا داخل بازار است حالا برم دوستا در این رستوران تاتاری است خب ما هم داخل رستوران شدیم بریم ببینیم که دیگه را چی کار میکنن کجاست؟ خب ما سفارش دادیم دیگه رفتن که جور کنن چی سفارش دادیم مثلا ما یک یادم از کستبوی کدکر دیگه چی بود پیلمینی الیش داشت چک چک کنچکی ناماش دیگه تاتاری دیگه هر وقت که جور شد باز براتون اینجا میگیرم این دوستا اصل تاتاری است
مشهور تاتارستان دیگه اینمی چک چک است دوستان. فامیدا میشه که اصلیست در مسکو زیاد چک چک بدلی میفروشن دوستان در سوپرمارکت ها. مایمرو جایتان بسیار زیاد خواهید دوستان عزیز اینی را که میبینید مثل بولانی افغانی است. خب دیگه داخلش گوشت داره، بانجان رومی، کاهو. این بسیار زیاد خوشمزه است دیگه. اگر کازان آمده لطفا از این دوش جان کنید، زیاد خوشمزه است. خب دوستان عزیز حالا امتحانش میکنیم. دوستان عزیز امتحان میکنیم برگر تاتار. برگر نیست دیگه، لواش است در برش. بولانی تاتارستان دوستان امتحان میکنیم که چه رقم است. بسم الله الرحمن الرحیم. هم تو که دیست بگیری دیگه رقم داریم. خوردن از این سخت است دوستان. مازه باش. زیاد مزه است. من پیشتر خورده بودم، ما تو نخورد. زیاد خوشمزه است. بچه بگیریم. زیاد خوبش است. با که من گوشت گاو خوش ندارم میجو، ولی دیگه خیلی خوبش خوش ندارم، بخصوص گوشت سرخی پیش خوش ندارم. دوستای عزیز دیگه ما تیار شده، میریم بخیر طرف عروسی که شما با باشن که چی میشه باز بخیر.